دوست داریم متقین باشیم، از متقین باشیم که خدا آنها را دوست داره. خداوند متعال هم دنیای آنها را و هم آخرت آنها رو براه میکنه، سامان میدهد، سر و سامان میبخشه به آن. دوست داریم از متقین باشیم. خداوند اوصافشون را برای ما بیان فرموده است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اینجا در این آیه کریمه 4 وصف از اوصاف اهل تقوا خداوند متعال برای ما بیان فرموده. خصوصیات اهل تقوا در این آیه کریمه بیان شده است. 1. انفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق میکنند. اهل جود و کرمند، اهل بذل و بخششند، اهل یتیم نوازی و فقیر نوازی هستند، چون به وعده های خدا ایمان دارند، چون از فقر و تنگدستی نمیترسند. چه کسی از فقر و تنگدستی میترسه و از جود و کرم بخل داره و میگوید اگر من این کار کردم فردا ممکنه گرفتاری برای خود من پیش بیاد؟ دستخوش وسوسه های شیطانی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را از فقر میترسونه. ينفقون في السراء والضراء، متقین در خوشی و ناخوشی انفاق دارن. وضعشون خوبه انفاق دارن، حتی اگر وضعشون بده بازم انفاق دارن، در حد وسعشون، در حد توانشون. خداوند متعال هم نخواسته از بندگانش که همه دار و ندار خودشون را تقدیم کنند، بلکه به آنها گفته بخشی برای خودشون نگه دارن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. فرموده از اون چه خدا به تو عطا کرده به فکر آخرت خودت باش، مبادا آخرتت را فراموش کنی. توشه برای قبرت، توشه برای روز قیامتت، توشه برای روز حساب و کتابت، توشه برای اون لحظه حساست. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه، روزی که همه در معرض نمایش قرار میگیری، هیچ چیزی از ما پنهان و پوشیده نمیمانه. میگه از این مالی که خدا به تو داده، وابتغ فیما آتاک الله، اون چه خدا به تو عطا کرده آخرتت را در نظر بگیر، آباد کن زرای آخرتت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و سهم خودت از دنیا هم فراموش مکن. حق خودت، زنت، فرزندت، هزینه هایی که نیاز داری اشکال نداره، اینا هم داشته باش، ولی به آخرت خودت هم توجه داشته باش، اونجا را فراموش نکن. همه زندگی اینجا نیست، همه لذت ها و خوشی اینجا نیست. این لذت ها، این خوشی ها خیلی زود میگذره.